سلام بینندگان عزیز. از انفاذ قانون اساسی کنونی افغانستان 14 سال می‌گذرد. گزارش‌هایی وجود دارد که در این سالها قانون اساسی کشور به گونه گسترده نقض شده است. بر بنیاد یافته‌های یک تحقیق تازه در حکومت حامد کرزی و حکومت وحدت ملی از 162 ماده قانون اساسی 94 ماده آن نقض شده است. در این گزارش همچنان گفته شده است که رئیسان جمهور و معاونان آنان از شمار ناقضان قانون اساسی اند. آیا نقض قانون اساسی با وسیله مقام‌های بلندپایه دولتی خود به احترامی به این قانون نیست؟ وقتی مقام‌های بلندپایه دولتی قانون اساسی کشور را نقض می‌کنند، آیا شهروندان می‌توانند باورمند به حاکمیت قانون در کشور باشند؟ در گفتمان این هفته به وضعیت قانون اساسی در حکومت وحدت ملی می‌پردازیم. مهمانان ما در بحث اشتراک دارند: جناب غلام حسین ناصری، عضو مجلس نمایندگان، جناب محمد عارف حافظ، سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، جناب اجمل هودمند، رئیس انجمن حقوقدانان و جناب زکریای اصولی، حقوقدان. همچنان از مشاوران حقوقی ریاست جمهوری دعوت کرده بودیم تا در این بحث اشتراک کنند، ولی آنها اشتراک نکردند. مهمانان عزیز، به بحث خوش آمدید. جناب ناصری، میخوام پرسش اول با شما در میان بگذارم که وضعیت قانون اساسی را شما در حکومت وحدت ملی چگونه میبینید؟ وضعیت قانون اساسی در دوران حکومت محترم وحدت ملی به حد پایین آمده که به تعبیر ادبیشی یعنی وجود او کلم یکون شده است. بعضی چیزها وجود داره ولی وجودش به اندازه بی اثر است. وجود داره ولی اثر نداره که گایا وجودش مثل عدمش است، کلم یکون. این نهایت تعریفی که من میتونم از وضعیت و چگونگی و جایگاه ارزشمند قانون اساسی در زمان حکومت محترم وحدت ملی بیان بکنم به شکل خلاصش اینه است. جناب حافظ، معاون دوم رئیس جمهور، در سخنرانی خود از نقض همگانی قانون اساسی صحبت کردند، یعنی که هم شهروندان نقض میکنن و هم مقامات بلندپایه قانون اساسی را نقض میکنن. وقتی که یک مقام بسیار بلند دولتی میایه و چنین چیزی را میگه، این چه پیامی داره برای مردم افغانستان؟ البته آنچه که معاون رئیس جمهور گفت که قانون اساسی را هم ملت و هم دولت نقض کردن، تعبیر ما از نقض قانون اساسی متفاوت است. ما یکی نقض قانون اساسی را داریم، دیگه هم عدم تطبیقش داریم و بعضی مواردی هم ما علت تخطی و تأخیر احکام قانون اساسی را داریم که تخطی شده و تأخیر نشده و گاهی هم اهمال و غفلت در بعضی از موارد احکام قانون اساسی را داریم که اهمال و غفلت شده. پیامی که جناب معاون رئیس جمهور البته ارائه کردن و پیام ارتباط میگیره با هدفی که خودشان داشتن که به چه هدف بود، ولی پیام ما با ملت شریف افغانستان است که قانون اساسی افغانستان وثیقه ملی کشور است و اساس و بنیاد دولتداریمان همین وثیقه است. فعال دریافت شما و که نظارت میکنین بر تطبیق قانون اساسی، بر وضعیت قانون اساسی، دریافت شما چیست که آیا قانون اساسی نقض میشه؟ آیا قانون اساسی در حالت قرار میگیره که تطبیق نمیشه، ماده هایش که عمدن تطبیق نمیشه؟ وقتی که عمدن یک ماده را نخوان تطبیق کنه یا بخشی از قانون اساسی را تطبیق نکنن، شاید همین خودش گونه ای از نقض قانون باشه. دریافت شما چیست؟ حالا نهاد شما چگونه دریافتی دارد؟ نهاد ما یک نهاد مستقله که صیانت میکنه از تطبیق احکام قانون اساسی و نظارت میکنه از تطبیق احکام قانون اساسی مطابق با قانون کمیسیون. دریافت های ما طوری است که سرمشق کار دولت
امی وثیقه ملی و احکام قانون اساسی مان است. در این شک نیست که موارد تطبیق نشده، مواردی هم تخطی صورت گرفته و مواردی هم نقص گرفته. حالا فکر نمیکنین که دولت خود یا رئیس جمهور یکی از مسئولیت‌هاش پاسداری از ارزش‌های قانونی اساسی است و با گفتن از این که قانونی اساسی نقض میشه یا فکر میکنین که مسئولیت دولت رفع میشه؟ فکر نه، بلکه ماده 157 قانون اساسی صراحت کامل دارد که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق احکام قانونی اساسی از تطبیق احکام قانونی اساسی نظارت بکنه مطابق با قانون کمیسیون. و ماده فقره اول ماده 64 قانون اساسی صراحت دارد که رئیس جمهور شخصا مراقبت میکنه از تطبیق احکام قانون اساسی. البته مطابق قانون ارگانیک و قانون خصوصی کمیسیون ما یافته های خود از نقض احکام قانونی اساسی، از عدم تطبیق احکام قانونی اساسی، از تخطی و تخلف و یا عدم و یا اهمال و غفلتی که در تطبیق احکام قانونی اساسی صورت گرفته مطابق پلان سالوار ربعوار ما به مرجع مربوطه ارسال میکنیم و این گپ هم باید خاطر نشان بسازیم که طوری که تبلیغ می شود که قانون اساسی که علم یکن است و هیچ تطبیق نشده، ما به این موافق نیستم، بلکه سرمشق کار همه ادارات دولتمون فعلا همی وثیقه ملی و همی قانون اساسی است. تشکر به شما برمیگردیم جناب حافظ، سپاسگزار هستیم. جناب هودمن، گزارش را که شما پخش کردین اخیراً در اون گزارش آمده که از 162 ماده قانون اساسی 94 ماده یا در اون نقض صورت گرفت یا هم تطبیق نشده و حتی رئیسان جمهور هم در موارد قانون اساسی را نقض کردن و معاونانش. شما میشه که توضیحات بیشتری در این رابطه بدین که چگونه است؟ مننه. کوم څېړنه چې د حقوقپوهانو انجمن او د پژواک خبري اژانس سره یو ځای من کړې وه. زموږ څېړنې وښودله چې د افغانستان د اساسي قانون 94 مادې نقض شوي دي. البته دغه خبره په یو تفاوت سره زه غواړم واضح کړم چې نقص په اکثرو مواردو کې قسمي دی، کلي نقص نه دی، قسمي نقص دی. په دې معنی چې اکثر مواد د افغانستان د اساسي قانون په سمه توګه او یا په عمومي توګه تطبیق شوي نه دي. اما ځینې مواد د اساسي قانون یا احکام د اساسي قانون دي چې هغه نه یوازې داسې تطبیق شوي نه دي، په کلي توګه نقض شوي دي، بلکې د هغه د تطبیق مخه نیول شوې ده او حتی د تعلیق په حالت کې راغلي دي چې موږ د هغه د تطبیق هېڅ مثال نه لرو. مثلا د ولسوالیو شوراګانو انتخابات نه دي شوي، د ښاري مجلسونو انتخابات نه دي شوي، د ښاروالانو انتخابات نه دي شوي، اوس پورې انتصاب کیږي. دا انتخابات نه کېدل ګوره په سیستم کې په نظام کې بیا بیرته ارګانیک ارتباط لري. کله چې موږ د ولسوالیو انتخابات ونه کړل، د مشرانو جرګې یو ثلث غړي نسته، نصاب تکمیل نه دی. دا د لویې جرګې په نصاب باندې خپل تاثیر لري. ښه، داسې اوس ضرورت سوی یا نه ده سوی د لویې جرګې د دایرې یو بحث دی. اما لویې جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې زموږ د سیاسي او حقوقي نظام یو برخه ده. که ضرورت کیږي موږ نصاب نه ورته لرو. همدارنګه نور بحثونه. اما اکثر موارد چې هغه قسمي نقض وي. مثلا د اول فصل کې د دولت هغه اساسي او بنیادي اهداف راغلي دي چې دولت د هیواد او د ملت په وړاندې څه مسؤلیت لري، کوم خدمات دي، کومې دندې دي چې باید سرته ورسي. مثلا د قانون حاکمیت دی، په خپل حکومتي چارواکي عملا اعتراف کوي چې قانون نه تطبیقیږي. مثلا د امنیت تامین دی. خب یک این بحث ها است که نبود امنیت خود سبب میشه که مشکلات در راه تطبیق قانون به وجود میاد. شما گفتین که مواردی هم که هم وجود دارد که عمدن نخواستن تطبیق شود، یعنی این چگونه نقض قانون است؟ یعنی وقتی که عمدن مقامات نخواهند ماده های از قانون تطبیق شود، یک نوع قد علم کردن در برابر قانون نیست؟ بله، ځینې مواردو کې عوامل ممکن زیات اوسیږي. مثلا ممکن په ځینې مواردو کې امنیتي عوامل شته، اما په خپله د امنیت تامین بیر دولت دنده ده. دا بیا هم د اساسي قانون بحث دی. اساسي قانون 15 ماده په اساس د دولت مکلفیت دی چې امنیت تامین کړي. اما وخت چې امنیت نه تامینېږي معنی دا چې دولت خپل مکلفیت سم سرته نه رسولی او دا د اساسي قانون مواد سم نه تطبیق شوي. راځو په ځینو مواردو کې چې عمدن نقض شوي دي په ایجابي توګه دولتي مقامات دولتي ادارې په دې کې نقش لري. زه تاسو ته مثال وایم. مثلا د رئیس جمهور په فصل کې
مخکې یادونه وسوله د 4 ماده اول فقره حکم کوي چې د جمهور رئیس مکلفیت دی چې د افغانستان د اساسي قانون له اجرا نه مراقبت وکړي. ښه د دغه مراقبت لپاره هیڅ میکانیزم نشته. ښه جمهور رئیس دا کار څنګه کوي؟ دلته موږ مرکزی اداره لرو، محلي ادارې لرو، بېلابېلې ادارې لرو. د افغانستان د اساسي قانون په اساس باندې له هر څه نه مخکې زموږ د ادارې ساختار په مرکزي او محلي اداره کې تر اوسه پورې د اساسي قانون سره عیار نه دی. تشکر از شما. برمیگردم. ځینې نور موارد هم شته چې در بحث‌های دوباره برمیگردیم. تشکر از شما. تشکر جناب هوتمن. جناب اصولی، معاون رئیس جمهور میگه که این قانون اساسی به صورت همگانی نقض میشه، ولی در عین زمان میگه که این نقض قانون اساسی به مفهوم بی احترامی به قانون اساسی نیست. یعنی شما چه فکر میکنین این تناقض چرا باشد؟ در یعنی شما به قانون که احترام داشتین نقض نمیکنین، وقتی که نقض کردین به قانون بی احترام هستین. حالا آنگونه که جناب هوتمن هم گفتن که مواردی است که عمدن نخواستن ماده های قانون تطبیق شود. شما چه میگین در این باره؟ اجازه بفرمایید به یک نکته اشاره کنم که آن چیزی که آقای سرور دانش معاون دوم حکومت وحدت ملی تذکر دادن، اول به این پرسش پاسخ داده شود، از خودشان پرسان شود. مثلا خوشبختانه از کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی اتحادیه حقوقدانها و وکلای محترمی که تشریف دارن هست که کدام قانون اساسی؟ افغانستان قانون اساسیش جعلی است. قانون اساسی افغانستان جعل شده. من از جمله میمانای شما هستم که با حفظ احترام به تمام نظریات من مستند حرف میزنم. شما اجازه بدین ما موارد بارها تاکید کردیم که متاسفانه قانون اساسی افغانستان جعل شده. قانون اساسی افغانستان در 14 جدی سال 1382 وقتی که تصویب میشه، از 14 جدی سال 1382 تا 6 دلو سال 1382 کمیته تصحیح در 10/24 سال 1382 تشکیل میشه. خود آقای فاروق وردک، نعمت الله شهرانی، سبقت الله مجددی، عبدالملک کاموی، کاوون کاکر، عنایت الله قاسمی، سرور دانش، سبقت الله مجددی در کمیته تصحیح قانون اساسی عضویت دارند. قانون اساسی پس از تصویب لوی اجرایی در 72 مورد بر اساس گزارش حقوق بشر سال 1383 مورد دستبرد قرار میگیره. از خطبه قانون اساسی شروع الا ماده 162 قانون اساسی افغانستان تفاوت‌های بنیادی دارد. اول کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سرور دانش و سایر شخصیت‌هایی که در کمیته تصحیح قانون اساسی بودند تذکر بدن که افغانستان دو قانون اساسی دارد. یک قانون اساسی جریده رسمی 818 جعلی که نافذ است فعلا، یکی قانون اساسی مصوبه لوی اجرایی سبقت الله مجددی که به تصویب گفت آقای دانش هم در بیانیه‌ای که ایراد کرده بودن به این نکته اشاره کردن که این بحث هایی که گفته میشه تحریف های در قانون اساسی صورت گرفته، این حرف ها درست نیست. یعنی اونا که به این مسئله اشاره کردن، دلیل شما بر این حرفایی که میگین چی است؟ من بارها تذکر دادم، یک بار دیگه تذکر میتونم. اجازه بدین یک گفتمان برگزار کنین. من اشاره میکنم به منابعی که تذکر دادن. شما به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر سال 1383 مراجعه کنین، به آثار علمی که از کسایی که در کمیسیون تصویب و تحقیق قانون اساسی افغانستان عضویت دادن با آثارشان مراجعه کنین. خوشبختانه از اتحادیه حقوقدانها عضویتش اینجا وجود داره. کتاب آقای نقد تحلیل بر قانون اساسی افغانستان آقای اشرف رسولی را مراجعه کنین، به خصوص صفحه 5 و 8 حتی به اثر معتبر علمی شخص شما یک دهه دموکراسی صفحه 81 الی 83 قانون مراجعه کنین. این مسائل تذکر میده. به آثار علمی آیت الله محسنی مراجعه کنین. سایر گزارشات به صورت مستند و کرونولوژیکی به خصوص جراید، مطبوعات، آثار علمی که باقی مانده مراجعه کنین و به نسخه اصلی خود قانون اساسی افغانستان مراجعه کنین. اجازه بدین ما به 5 اشاره جعل و تفاوتی که نسبت به قانون اساسی صورت گرفته اشاره بکنم. اما قبل از او اجازه بدین یک نقطه یک تفاوت دیگه را اشاره بکنم. برای ما وظیفه سپردن بیننده شما که ما علیرغم اینکه قانون اساسی ما جعلی است، ما قانون اساسی سلیقه‌ای داریم که از طرف افراد نشر شده، جز پالیسی نشراتی و جز سیاست تقنینی و نشراتی افغانستان نبوده. شما 1,35,000 جلد قانون اساسی جعلی خلاف پالیسی نشراتی وزارت عدلیه از طرف شخص فاروق وردک رئیس دبیرخانه قانون اساسی افغانستان نشر شده. 10,000 جلد قانون اساسی جعلی بر اساس سلیقه شخصی فاروق وردک رئیس دبیرخانه قانون اساسی افغانستان نشر شده. ما بارها تذکر دادیم، حتی به مراجعش گفتیم که این قانون وقتی که شما با وزارت عدلیه مراجعه کنین، افغانستان در حقیقت اون قوانینی که از طریق به صورت سلیقه‌ای نشر شده باشه و اونا جعلی است و جزء اجراءات خود دبیرخانه قانون اساسی تلقی شده، اونا بر اساس بنیاد نیست. بینندگان عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
جناب ناصری، بسیار از کارشناسان به این باور هستند که خود حکومت وحدت ملی بزرگترین نقض قانون اساسی در افغانستان است. یعنی بر اساس یک تفاهم نامه به وجود آمد، یعنی قانون اساسی دور زده شد. پس رابطه قانونی اساسی را شما با این حکومت چگونه توجیه میکنین؟ اگر این حکومت خود فقط ملزم به امون اجرای تفاهم نامه خود بدانه نه قانون اساسی، باز چی؟ و یا ای که اگر به قانون اساسی پابند باشد، به این مفهوم که از بطن قانون اساسی بیرون نشده، شما این تناقض چگونه توجیه میکنین؟ ما اول راجع به چیزی که استاد اشاره کرد که کلم یکون ما قبول نداریم. بر مبنای منطق محاسبه، قانون اساسی 100 چند ماده داره؟ 162 ماده. فصل 12 که مربوط به دوران انتقالی است، به تاریخ پیوسته، منشأ عملی نیست، فقط آوردن به عنوان یک امر اعتباری مربوط به همون زمان بود. شما یه فصل بیخی از رده خارج بکنین، 5 ماده را از 162 ماده کم بکنیم، 100 چند ماده دیگه باقی میمانه. بعد بر مبنای تحقیقاتی که انجام دادن، مثل روشن در پیش روی ما و شماست، 192 تا ماده قانون اساسی نقض شده، چند دیگه باقی میمونه؟ 94 ماده قانون اساسی میگن نقض شده. 94 از 100 تقریبا حدود 60% قانون اساسی، یعنی 80 و چند 50 چند درصد. بسیار خوب. 58 بسیار خوب. همین عرض میکنم. پس چی باقی مانده؟ به همین دلیل بود که ما گفتم که چیزی هست وجود داره ولی وجودش ضعیف کلم یکونه، نمیگم وجود نداره. این یک موضوع. مسئله دیگر ما عرض میکنم که با حفظ حرمت به همه، بحث آزاد، بحث حقوقی و بحث اخلاقی و بحث قانون اساسی است. وجود و فلسفه تشکیل و وجود کمیسیون محترم مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی چیه؟ همین فلسفه وجودیش بگن چی کردن؟ چرا؟ پیش از همه کس و بیش از همه کس که باید صدای خود بلند بکنه مطابق با قانون اساسی، و هر کسی که ناقض قانون بود فرق نمیکنه در تفکیک قوا، چه شورای ملی، چه قوه محترم مجریه، چه قوه قضاییه، باید کمیسیون محترم مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مسئولیت سنگین داره، صدای خود بالا کنه. سر رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، شورای ملی، وکلا، همه و همه. اینه که بالاخره ما از مسئولیت های خود فرار کردیم. آمدیم سر این بحثی که شما جناب عالی مطرح کردید، بسیار مسئله خوب است. ببین، جمع بین این تناقض این است: حکومت محترم وحدت ملی بر مبنای یک توافق سیاسی به وجود آمده که همه‌شان قبول داره. او توافقنامه سیاسی شامل بالاخره هر مقداری که بوده، او فقط در تشریک، یعنی در ساختار حکومت تفکیک می شده. باید مناصب حکومتی و پوزیشن ها را باید تقسیم بکنه. اما از الف تا یایشی تمام اجراعات حکومت در رأسش رئیس جمهور محترم افغانستان که به قانون اساسی سوگند خورده و تعهد کرده، تمام اجراعات حکومتی و به عبارت تمام اجراعات دولتی باید در چارچوب قانون اساسی باشه. در غیر از او اگر یک قید نسبی، اگر ما میاییم از لحاظ تعریف حقوقیشی یک چیز شما بیای نقض بکنید نسبتاً، دیگه فرق نمیکنه. همین یک مورد که نقض شد نقض است، بعد از بالاخره در مورد دیگر شما عمل بکنین فایده نداره. چرا؟ به خاطر اینکه قانون نقض شد. آیا قانون بالاخره در یک مورد نقضش خدای نخواسته جواز داره و در مورد دوم وقتی که در عین از اون مورد و مصداق خارجیش او را تطبیق کردیم تطبیق نشده؟ پس در این جهت است که یه طور جمع‌بندی میکنیم: تشکیل و ساختار حکومت وحدت ملی بدون تردید مبنای حقوقی نداشته، به این معنا که مطابق با قانون اساسی نبوده. ماده 61 قانون اساسی اما سرمنشأ تشکیل حکومت میگه که فرضاً کسی که از در انتخابات شرکت میکنه از مجموع آرای ریختنده شده در صندوق ها 50 به علاوه یک را داشته باشه که این نداشته. بالاخره یک چیزی است که هم اجماع ملی وجود داده و هم اجماع بین المللی. اما
حکومت ملزم و مکلف است الف تا و تمام قواهای متعدد دولتی اینا مکلفه که به اصطلاح مطابق تمام اجراات خود مطابق با قانون اساسی تشکر جناب ناصری صاحب. این چیزی که بالاخره چی میشه ما یک چیز مستقل نداریم. جناب حافظ، به گفته آقای اصولی ما دو قانونی اساسی داریم، یعنی حالا اینها میگن آن قانونی اساسی که فعلا اجرا میشه قانونی اساسی است که در مواردی به ماده های از او دستبرد زده شده یا تحریف شده یا جعل شده. شما اول بگوین که شما کدام، اینا میگن که از کدام قانونی اساسی، پس شما از کدام قانونی اساسی نظارت میکنید؟ از همین قانونی اساسی که به گفته از اینا در او جعل آمده، یا اونا میگه که اون سندی اصلی یا قانونی اساسی تصویب شده این اون نیست بلکه با تغییرات دوباره این توشیح شده. شما اول در این باره چه میگین؟ بعدن پرسش های دیگه هم داریم از شما. به ارتباط صحبت های جناب اصولی صاحب که واقعا یک این تشبث و یک تحقیقی بزرگی را برای انداختن، اما ما زحماتشان قابل قدر میدانیم. گپ چی از گپ در ای است که آنچه ادعایی که یا میکنن که یک وثیقه ملی جعل است و او هم بدون سند، بدون مدرک و بدون از اینکه کدام دستاورد استناد و حجت داشته باشند، از نظر ما باطل است. قانون اساسی افغانستان در 14 جدی سال 1382 به تصویب لوی جرگه افغانستان و نمایندگان با صلاحیت مردم افغانستان رسیده و به توشیح رئیس جمهوری وقت رسیده. از آن روز تا به می لحظه هم در جریان لوی جرگه قانون اساسی ماده به ماده به سهم مردم رسانده شده بود و هم بعد از اینکه توشیح میشه به سهم مردم افغانستان رسیده من حیث یک وثیقه ملی که آن هم منبعش یگانه منبعش که طبق ماده 3 قانون اساسی از شریعت اسلام است و اصولی را به ملت افغانستان ارائه کرده که واقعا در سطح منطقه بی‌نظیر است و این قانون اساسی و این وثیقه ملی اساس و بنیاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل می دهد. هر نوع ادعا مبنی بر این که قانون اساسی جعل است، این قانون اساسی تقلبی است، ادعای باطل است، جز دامن زدن به بحران در کشور، جز ای که قضایا را وارونه نشان بدهد، چیز دیگه وجود ندارد. به نظریات برادر عزیز ما که اساس و منشأ همین نظریاتشان که از همین قانون اساسی گرفتن که آزادی بیان است، آزادی بیان یک اصل است که در راستای آزادی بیان واقعا صحبت های آزادانه انجام میدهند، به صحبت‌هایشان احترام می‌ذارم. اما جدا پرسش دیگر را مطرح بکنم با شما که اون در سخنان جناب ناصری آمد. شما که بر قانون اساسی نظارت میکنین، تا حال کدام گزارشی برای مردم افغانستان دادین که رئیسان جمهور هم ناقضان قانونی اساسی بوده یا مقامات بلندپایه بوده؟ آن گونه که مثلا در تحقیق که اخیراً آمده مواردی آمده، ولی از طرف کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی صدا کمتر شنیده میشه در مورد نقض قانون اساسی. پس شما چگونه نظارت دارین؟ فلسفه وجودی کمیسیون این است که باید از تطبیق احکام قانون اساسی در سطح کل کشور، تطبیق احکام قانون اساسی توسط رئیس جمهور، توسط شورای ملی، توسط قوه قضاییه، توسط قوه اجراییه و همچنان توسط ارگانهای دولتی و غیر دولتی نظارت بکند. ما در راستای ماده 157 قانون اساسی که پیش بینی کرده که کمیسیون طبق قانون اجرات خود انجام بدهد، مطابق به قانون کمیسیون و مطابق به ماده 8 قانون کمیسیون که از شورای محترم ملی پاس شده و کمیسیون اجرات خود در راستای این قانون انجام میدهد. این قانون کمیسیون صلاحیت داده به ما که به کدام مرجع ما گزارش بدیم. ما مطابق قانون کمیسیون گزارش ده به مرجع مربوطهش هستیم. ای کاش وکلای محترم شورای ملی صیانت به منظور صیانت از قانون اساسی
من حیث بازوی شورای ملی و من حیث ای که قوای ثلاثه دولت از زیر نظارت بکنه یک قانونی که ما دیگه صلاحیت اجرایی بزرگتری می داشتیم که ما تشکر از شما، سپاسگزار هستیم. برمیگردم برای شما معرفی میکردیم و یا هر اجراعاتی که از نقض قانون اساسی میشد بر رسانه ها میدادیم. کاش که در قانون ما این چیزی را می آوردن. اما اجراعات خود به مرجع مربوطه کمیسیون ارائه کرده، با زمانش ارائه کرده و کارهای چشمگیری داره کمیسیون که در سطح دولت. تشکر از شما جناب حافظ. برمیگردیم. گفتمان پس از یک وقفه کوتاه ادامه دارد. با ما باشید. جناب هودمن، شما در گزارشتان از مواردی هم یاد کردین که رئیسان جمهور، یعنی در گذشته و حال، و هم معاونانش، اینها هم نقض کردن قانون اساسی را. میشه اون موارد کمی مشخصتر توضیح بدین که رئیسان جمهور عمدتاً در کدام بخش‌ها به نقض قانون اساسی پرداختن؟ درست. یو شی یادونه کوم زمونږ تحقیق د تیر 14 کلونو موده راخلي. البته په یو تفاوت سره ګورئ چې موږ اوسنی رئیس جمهور، پخوانی رئیس جمهور، اما کله چې موږ په حکومتونو بحث کوو، دوه حکومته و د ښاغلي حامد کرزي په وخت کې دا دریم حکومت دی چې د اساسي قانون پس هغه دوه دوره وورته. اوس موارد په افغانستان کې هیڅ وخت د جمهوریت ریاست انتخابات په خپل وخت باندې ونه سول. د انتخابات نتیجه په خپل وخت باندې اعلان نه سوله. اما جمهور رئیس د خپل هغه قانوني میاد نه چې په اساسي قانون کې ټاکل شوی لغه میاشتې زیات وخت کار وکړ. کله چې موږ د مشروعیت بحث کوو، په موقوتو وظایفو کې میاد وخت ډېر مهم دی. کله چې هغه میاد رعایت نسی، دلته د تصامیمو او د صلاحیتونو د اعمال په برخه کې د مشروعیت مشکل پیدا کیږي. دا د اساسي قانون نقض دی. د جمهوریت ریاست د معاونیتونو له ادرس نه ډېر موارد موږ لرو. د انتخاباتو په جریان کې، د انتخاباتو نه وروسته د حکومتداري په جریان کې قومي برخوردونه یا قومي دریځونه نیول شوي دي. دا ډېره واضح خبره ده. همدارنګه د اساسي قانون د اهدافو تطبیق مهم دی. مثلا د حکومت په برخه کې وزیر هغه څوک دی چې د جمهور رئیس په پیشنهاد او د ولسي جرګې په تایید ټاکل کیږي. د سرپرستۍ موضوع د لنډې مودې لپاره ممکن توجیه ولري، اما د کلونو لپاره نیمه یا ټوله یا یوه لویه برخه د کابینې سرپرست ساتل، اعتنا نه کول د پارلمان صلاحیت ته یا د ملي شورا صلاحیت ته، دا په خپل د اساسي قانون نقض دی. همدارنګه وخت رئیس جمهور نظام په سطح باندې د اساسي قانون له تطبیق نه مراقبت کوي. دغه مراقبت یوازې په دې نه کېږي چې یو اخلاقي تعهد وکړي چې زه یې کوم. موږ د خپل تحقیق په جریان کې د غوښتل چې د درې ګونو قوو سره مرکې وکړو، د هغوی نظر واخلو چې تاسو موقف څه شی ده په دې باره کې. څوک چې حاضر سول د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست له موږ سره مرکه وکړله. هغوی دا ژمنه وکړله چې جمهور رئیس مني او ځینې موارد شته، ځینې مشکلات شته، اما موږ تعهد کوو چې دا کار به کوو. ښه، اوس دغه تعهد په عمل کې څنګه تاسو پیاده کوئ؟ کوم میکانیزم؟ آیا د جمهور رئیس په دفتر کې داسې کومه اداره شته چې هغه د اساسي قانون د نظارت په برخه کې فعاله وي؟ د افغانستان جمهور رئیس ته د اساسي قانون د نقض او د تطبیق د وضعیت په هکله راپور ورکړي؟ نه، دا شی نشته. پس د کمیسیون مسله، کمیسیون په اساسي قانون کې ذکر شوی چې د اساسي قانون د احکامو د تطبیق د نظارت لپاره، اما عملا کمیسیون په یو انفعالي حالت کې دی. دې کمیسیون د صلاحیتونو موضوع یو ډېره مهم موضوع ده. دا کمیسیون پریکړې او فیصلې هیڅ اجرایوي ضمانت نه لري. ښه دی، موږ سره د کمیسیون یو محترم غړی ناست دی، هیڅ اجرایوي ضمانت دی. خب دست کم کمیسیون آیا این صلاحیت قانونی را دارن که ملت افغانستان را آگاه بسازن که قانون اساسی امین که وثیقه ملی شماست به این گونه حالت است، یا به پارلمان این مشکل مطرح بکنن یا با نهادهای مدنی، یا دست کم حالا گزارش را که شما پخش کردین چنین گزارش را یا چنین چیزی را ملت از زبان کمیسیون نشنیده؟ بله، دلته مهم شی دی. زه فکر کوم چې د اساسي قانون په تطبیق د نظارت کمیسیون د عامه آگاهی لپاره جوړ شوی نه دی. اما که دوی دا کار وکړي دا ښه خبره ده. یو له وظایفو نه که دا هم وسیږي ښه خبره ده. دوی باید له تطبیق نه نظارت وکړي.
له ټول نه لوی مشکل څه دی د دوی په فرعي قانون کې دی چې په صلاحیتونو کې په هغه وخت کې ملي شورا دوی ته ځینې صلاحیتونه ورکړل چې هغه به د سترې محکمې او د جمهور رئیس د نظر مطابق د اساسي قانون د احکامو سره په مخالفت کې وو. مثلا د تفسیر صلاحیت، د مطابقت صلاحیت، دا مسایل هغه په هغه وخت کې سترې محکمې مو سره مخالفت وکړه او سترې محکمې ویل چې نظارت صلاحیت وبښئ د مطابقت صلاحیت او د تفسیر صلاحیت زموږ دی. اوس مشکل د رئیس جمهور مسؤلیت دلته څه شی ده؟ رئیس جمهور د نظام په رأس کې د اول شخص په حیث باندې ته څنګه کولی سې یو پلان پروګرام او میکانیزم باید ولري چې دغه تقنیني مشکل طرفه کې همدا اوس د تداخل وظیفوي موضوع ده د سترې محکمې او د کمیسیون په منځ کې یو شی اجازه راکوي دا کمیسیون که واقعا د افغانستان نظام د هدف ولري چې دوی خپل اصلي دنده سرته ورسوي دوی باید صلاحیت ولري چې د اساسي قانون سره مغایر پریکړې او فیصلې باید لغوه اعلان کړي او دا باید اجرایوي ضمانت ولري. یو مثال وایم وبخښئ، مثلا بسیار کوتاه جمهور رئیس د افغانستان د اساسي قانون د یو اویایمې مادې خلاف اجرایي ریاست جوړوي او د حکومت چارې په دوه برخو باندې ویشي. دا د اساسي قانون نقض دی. دا کمیسیون باید پریکړه وکړي او جمهور رئیس ته ووایي چې ستا دغه تصمیم د اساسي قانون سره مخالف دی، دا باید ملغا سي او عملی نسی. هغه وقت که موږ د نظارت بحث کولی شو. جناب اصولی، آنگونه که جناب حافظ گفتن در این وضعیت بحث بالای این موضوع که قانون اساسی تحریف شده یا در ماده های از او جعل شده در حقیقت آب به آسیای دشمن ریختن هست. شما چقدر مطمئن هستین کدام ماده ها مثلا از نظر شما او جعل شده و چرا آنانی که خواستن اون ماده ها را فرض کنید جعل بکنن چه هدفی داشتن و چه سودی میبردن از او؟ شما آیا مطمئن هستین؟ یعنی اطمینان شما که اینقدر با حرف میزنیم با استواری از کجا برمی آید؟ ما با حفظ احترام به نظریات جناب عالی ما پیوسته تاکید میکنم وقتی که ما میگیم قانون اساسی جعل شده ما با سه پرسش اصلی پاسخ میدیم. کدام ماده های قانون اساسی جعل شده؟ کی ماده ها را جعل کرده؟ در چه زمان جعل کرده؟ در کجا جعل کرده؟ بارها گفتیم و مقالاتم در این زمینه نوشته کردیم و در رسانه‌ها بودیم. اجازه بفرمایید ما به ماده 157 قانون اساسی افغانستان مراجعه کنم. مبنای مشروعیت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان ماده 157 است. ماده 157 قانون اساسی افغانستان جعلی است. شما وقتی که در نسخه مصوبه لوی جرگه قانون اساسی افغانستان مراجعه کنید میگه اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان از طرف رئیس جمهور تعیین میگردد. بعدن کمیته تحصیلی که قبلا اشخاص بر شما نام بردم آمدن ایجاد میشه این افراد نام نگیرین چون اونا اینجا حضور ندارن. ما بارها تاکید میکنم با حفظ احترام برشان ایجاد کردن نسبت به ماده 157 قانون اساسی افغانستان. گفتن اعضای کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی افغانستان از طرف رئیس جمهور تعیین میگردد به تایید ولسی جرگه. در ماده 157 قانون اساسی افغانستان ایجاد صورت گرفته. ما گزارشی را خدمت شما اشاره میکنم مستند که در زمان آقای پوهان گلرحمان قاضی اعضای کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی افغانستان 2 نفرشان که عضو لوی جرگه قانون اساسی افغانستان بودند و 1 نفرشان عضو کمیسیون تصویت و تدقیق قانون اساسی افغانستان بودند و در کمیته تفاهم لوی جرگه قانون اساسی افغانستان نقش داشتند به صراحت میپذیرند که بعضی مواد قانون اساسی افغانستان مورد دستبرد قرار گرفته. ما بارها تاکید کردیم یک بار دیگه هم تاکید میکنم خدمت شما که مستند خدمت شما میگیم که کدام ماده هایش هست و من نسخه اصلی هم خدمت شما دارم که نسخه اصلی را با نسخه مصوبه جریده رسمی 18 مطابقت بدیم. جناب اصولی، حالا شما چه پیشنهاد دارین اگر دست کم با مقامات، با کمیسیون، با نظارت قانونی اساسی، با پارلمان، با انجمن حقوقدانان؟ من یک بار دیگه تاکید میکنم از آن جایی که من تحقیقاتم پیوسته نشان میده با حفظ احترامی که شما گفتین از اشخاص نام بر قانون اساسی افغانستان بر اساس تحقیقات مدونی که شما داشته باشین از ابعاد مختلف در حقیقت یک سند تروریسم قومی در افغانستان است. قانون اساسی افغانستان نتونسته عدالت در افغانستان به صورت تأمین بکنه. قانون اساسی افغانستان در حقیقت یک منشور ناسیونالیسم قومی است در ابعاد مختلف در هر زمینه که ما مشکل داریم. اما اجازه بفرمایید از حیث صیانت یک موضوع به کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی بگویم که جناب وکیل صاحب یادآوری کردن اصلا ما در ذات خود کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی نداریم. شما به گزارشی که از کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی برین 14 مورد رئیس حکومت وحدت ملی را به خیانت ملی محکوم کرده. اینا 14 مورد رئیس حکومت وحدت ملی را کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی به خیانت ملی محکوم کرده. بعداً خود امی کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی افغانستان نتونسته از قانون مصوبه شورای ملی که بر اساس ماده 94 تصویب شده از قانون خود نظارت کنه. اجازه بفرمایید من اشاره کنم از این نمونه برای شما بدم.
دادگاه عالی افغانستان خلاف پرنسیپ، خلاف اصل سیاست تقنینی افغانستان بر اساس قرار قضایی شماره 5 سال 1388 میه موارد زیاد قانون مصوبه شورای ملی را سانسور میکنه و کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی را قانون مصوبهش سانسور میکنه و موادش از انفاذ باز میمانه. شما توجه داشته باشین جناب عالی تشریف دارن. ماده 5 قانون کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی از انفاذ بند مانده، ماده 7 مانده، ماده 4 مانده، ماده 8 مانده، ماده 11 مانده، ماده 15 مانده. کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی از قانون خود حفاظت کردن تانسته چه رسه برای قانون اساسی افغانستان. پیشنهادی که من به حیث یک دانشجوی حقوق میکنم پیوسته تاکید میکنم، یک بار دیگه تاکید میکنم که قانون اساسی افغانستان جعلی است، اما متاسفانه خیلی تاسف میکنم ما بارها مسائلی که یادآوری میکنیم مستقیما ارائه میکنیم برای ما میگن که این بحران آفرینی است. تشکر از شما. برمیگردیم جناب اصولی به شما. یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم. با ما باشید. میخوام به گونه جنبندی بگوین که عوامل عمده‌ای که سبب میشه که در کلیت این قانون اساسی نقض شه و حالا پارلمان هم میگن که افرادی از قانون اساسی را در پارلمان نقض کرده و حتی گفته میشه که این ادامه کار پارلمان هم خود نقض قانون اساسی است. این عوامل عمده نقض قانون اساسی افغانستان در کجا است؟ از کجا میآید؟ یک کسی که فرضاً قانون اساسی را نقض میکنه در چارچوب حقوقی دولت و نظام، اول او احترام به اراده ملی و ملت افغانستان نداشت. دو، قانون اساسی را کسی که نقض میکنه او قانون اساسی را به عنوان وثیقه ملی نمیدانه. سه، کسی که در نظام باشه، پوزیشن سیاسی داشته باشه بر مبنای همون تعاریف و ارزش های مندرج در قانون اساسی ولی احترام به قانون اساسی نکنه، او دقیقاً بسیار بسیار مشکلات خدمت بکنیم که اعتقادی نسبت به ارزش های قانون اساسی باید داشته باشند که کاشفی از این قضیه است. میاییم یک نکته رو میخوایم ما توضیح بدیم در حضور همه دوستا و بینندگان محترم. نقض دو قسم است. نقض تنها این نیست که یک کسی بالاخره در اجرا خود میآید برخلاف از عمل میکنه. قانون اساسی به عنوان مجرای عمل است. مجرای عمل. چرا؟ به خاطر از اینکه برای همین وضع شده فلسفه وجودی وضع قانون تشکیل و ساختار حکومت، اجراعات حکومت، تنظیم حکومت در تمام عرصه های زندگی و ابعاد مختلف بالاخره در نظام دولت و دولتداری وقتی که مطرح هستند، او وقت شما یک بخش قانون اساسی رو بیارین یا بد اجرا بکنین قانون اساسی نقش شده زیر پا شده، یا یک بخش دیگرش معلق در هوا بگذارین بالاخره ببرین ملغاز عمل بکنین، این هم باز نقض است. در تمام دو دوره حکومت جناب آقای رئیس جمهور محترم قبلی جناب آقای کرزی و در دوران حکومت محترم حکومت وحدت ملی قانون اساسی هیچ وقت انتخابات در اون زمانی که بالاخره قانون اساسی تعیین کرده بالاخره نه انتخابات ریاست جمهوری، نه انتخابات ولسی جرگه، نه انتخابات فرزن شوراهای ولایتی و قطع نظر از که شما چند 5-6 نوع 7 نوع انتخابات دارین، اینا را بالاخره قانون ملغاز عمل اعلان کردین. این نقض قانونی است. به همین دلیل که من گفتم وجود داره اما وجودش بالاخره کلم یکون است جدا. به همین اساس است که ببین مجری قانون کیست؟ مجری قانون مطابق با ماده 63 قانون اساسی و همینطوری مطابق با فقره صلاحیت اول به اصطلاح مبتنی بر ماده 64 قانون اساسی در رأس کل نظام رئیس جمهور محترم است. رئیس جمهور محترم چرا قانون رو نقض کرده؟ چنانچه اشاره کردن ایشان قانون سرپرستی، تعطیل بالاخره ادارات دولتی، بعد خود تعطیل ادارات دولتی. من فقط اشاره میکنم بر مبنای قانون نافذ از زمان دکتر نجیب الله اگر کسی بالاخره اداره را تعطیل میگذاره عمدن بدون عذر موجه و قانونی، این جز خیانت ملی است. تشکر. جناب حافظ، جنبندی شما را از این سخنانی که به آدرس شما گفته شد یا موقعیتی که کمیسیون شما داره در آخر بشنویم. ما به ارتباط موضوعی که جناب اصولی صاحب گفتن و همچنان استاد محترم اشاره کردن به ارتباط گزارشی را که اینجا به نشر رساندن، قابل یادآوری است که به ارتباط صحبت‌های اصولی صاحب هر چی که بگویی تکراری است. ما ادعای کاذبانه را باطل میدانیم، وثیقه ملی را هیچ کس زیر سوال برده نمیتونه و این قانون اساسی افغانستان وثیقه ملی است که همه شهروندان و دولت
مطابق به این مکلف هستند که را رعایت بکنن و ما را جلب بودن وثیقه ملی را کاملا رد میکنم و مردود میدانم و باید به این پایبند باشیم. هر فرد و هر شهروند کشور به این قانون باید پایبند باشه. یک موضوع دوم به ارتباط گزارشی که نشر شده از طرف حقوقدانان محترم، ما این گزارش نه تکمیل میبینیم و نه مستند. گزارش ما خواندم، از نظر گذاشتم. به طور مثال یا پیش بینی کردن که مطابق فقره 1 ماده 64 قانون اساسی باید رئیس جمهور یک مکانیزم مراقبت از قانون اساسی را در دفتر ریاست جمهوری داشته باشد. این تداخل با ماده 157 قانون اساسی است. فکر نمیکنین که این پیشنهاد از این بوده باشه که کمیسیون زیاد فعال نیست در اثر؟ همینجا میاییم. بنابراین تداخل قانون هم نمیپذیره و تداخل کاری دردی را هم دوا نمیکنه. میاییم در مورد صحبت‌های جناب اصولی صاحب و استاد محترم که صحبت‌های بادرس کمیسیون کردن. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق احکام قانون اساسی مطابق ماده 157 تشکیل شده و طبق ماده 157 قانون کمیسیون، قانون اختصاصی کمیسیون از طریق شورای ملی به تصویب رسیده که ما اجراعات خود را مطابق با قانون کمیسیون عیار ساختیم. ما مطابق با قانون کمیسیون گزارشده به رسانه ها نیستیم که هر موضوع را به رسانه ها بکشانیم، ولی در برابر هر نقص و یا عدم توجه و یا غفلت اهمالی که صورت گرفته کمیسیون اقدام کرده و ادعایی که دوستا میکنن یا کسای دیگری میکنن ادعای ای است که از اجراعات کمیسیون بیخبر هستند. شما فقط بسیار کوتاه برام بگید که همون نتیجه اجراعاتتان چی بوده؟ میم سر این موضوع میم. بنابر آن ادعا از یک حالت بیخبری صورت میگیرد، نه ای که از اجراعات ما خبر باشه. ای کاش دوستا می آمدن به کمیسیون، اول می آمدن اونجا مطابق به حکم ماده قانون اساسی خود آگاه می ساختن که کمیسیون چی کار کرد، بعدا در اینجا صحبت میکردن. میایم به این که کمیسیون چی کار کرده. ما احکام قانون اساسی را دستبندی میکنیم. احکامی که صراحت به تأسیسات دولت دارد. به طور مثال دولت جمهوری اسلامی افغانستان باید قوای ثلاثه دولت داشته باشد که ما داریم. تشکیلات دولتی را داشته باشد که تشکیلات دولتی موجود است. قانون تشکیلات دولتی بارها کمیسیون موقفش همی بود و به مراجع مربوطهش گزارش داد که قانون تشکیلات دولتی طبق حکم قانون اساسی باید چی شود، پیشنهاد شود و از طریق مجلس تصویب گردد. و همچنان ما در بخشای دیگه یکی احکامی است که به تأسیسات اشاره میکند. احکامی است که به تأسیسات اشاره میکند، احکامی است که به اجراعات اشاره میکند. اجراعات یا موقوف مشروط به وقت است، مثل انتخابات شورای ملی در وقت زمانش باید برگزار گردد، انتخابات شوراهای ولایتی به همچنان، انتخابات شوراهای شهرداری، انتخابات شهروالی ها، انتخابات ولسوالی ها و حتی شوراهای قریه. هر یک از انتخابات به وقت و زمانش باید اجرا شود. گیر بارها ما گفتیم و باز هم پیشنهاد ما به دولت جمهوری اسلامی افغانستان امی است که مواردی را که قانون اساسی پیش بینی کرده در راستای موارد هرچه عاجلتر اقدام بکنند. این پیشنهاد ما است. پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمیگردیم. بالاخره شما چگونه میبینین وضعیت قانونی اساسی رو به صورت جنبندی، یعنی که بگوین که چگونه میبینین، چه حال و هوایی داره در این حکومت وحدت ملی و چی شود که از این عوامل نقص جلوگیری شود؟ خب من فکر میکنم که ما در گزارش خود پیشنهادهای خود داشتیم. عوامل ما پیش بینی کرده بودیم که یعنی به نظر ما به اساس یافته‌های ما کدام عوامل سبب شده که قانون اساسی نقض میشه. یکی از عوامل وضعیت فعلی کمیسیون هم است که ما سر صحبت کردیم. اجازه بدین چند مورد بگویم. جناب حافظ صاحب گفتن که مثلا ما میبینیم که قوای ثلاثه وجود داره یا نداره. خب اما شما عملا میبینین که
ولسی جرگه بیشتر از 2 سال بیشتر از هم وقت قانونیش کار میکنه. شما فکر میکنید ولسی جرگه غیر قانونی به کارش ادامه میده؟ بله. ما چیزی را که ما او روز به یاد دارم مطالعه میکردم وقتی که در سالهای 1962 64 نیلسن مندلا محاکمه میشد، وقتی که به محکمه آوردن یک اعتراضی که کرد گفت میگم من به اساس قانون محاکمه میشم که در پارلمان تصویب شده که من در اوج نماینده ندارم. قانون جزای افغانستان یا کد جزای افغانستان در یک فرمان تقنینی صادر شد و این به ولسی جرگه روان شده. 1 ماه یا 2 ماه بعد شاید تصویب شود. بر اساس این قانون مردم اعدام میشه و این قانون از طرف پارلمان تصویب میشه که 2 سال 2.5 سال از وقت خود بیشتر کار میکنه. یعنی به صورت غیر بله. قانونی. اینجا ما وقت موضوع مشروعیت مطرح میکنیم، ببینید قوانین عادی ما عملا باید داریم که 1 هفته قبل رئیس کمیسیون انتخابات عزل شد بر اساس فرمان تقنینی قانون انتخابات، قانون تشکیل و صلاحیت هر دو کمیسیون. ماده 14 و 16 بسیار صراحت داره، بسیار واضح است که عضو دیگه که میایه از لیست قبلی باید بیایه. وقتی که رئیس جمهور کمیته گزینش دعوت کرد که شما باز سی وی بگیرین، اسناد بگیرین، نفر برای من معرفی کنین، یکی از نمایندگان اعضای جامعه مدنی گفت که این یک تشکیل غیر قانونی است، خلاف قانون است، خلاف فرمان تقنینی خود شماست، من نمیم. اما نماینده کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رفت او کمیته گزینش شیشت. یعنی وقتی شما از تعهد صحبت میکنین، از استقلال صحبت میکنین، وضعیت به این اندازه. وقتی که ما به نتایج صحبت میکنیم، چقدر مثلا کار شما نتیجه بخش شده که قانون اساسی رو تطبیق بکنین. تشکر از شما. خودشان ببخشید یک مورد میگم که بسیار کوتاه توجه بکنن. چند دقیقه مونده که برای آقای اصولی عملا نشرات کمیسیون وقتی که ما میبینیم اینا نظارت میکنن، ببخشید تفسیر میکنن، مطابقت میکنن، حالی که صلاحیتایشان نیست. تشکر از این شما. موضوع هنوز حل نکردن. تشکر جناب جناب اصولی. بسیار دقایق محدود مانده، میخوایم آخرین گپای شما را به صورت فشرده بشنویم. من یک بار دیگه تاکید میکنم، من ایجاد یک فراخوان گفتمان نسبت به قانون اساسی می داشته باشم، مستنداتی که داره خدمتتون ارائه بکنم. تاکید میکنم که قانون اساسی افغانستان جعلی است. کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی مطابق ماده 157 قانون اساسی مورد دستبرد قرار گرفته مبنایش. اما نسبت به اینکه کمیسیون به چه کارهایی رسیدگی کرده شما توجه داشته باشین. خلل و نارسایی های خود کمیسیون نظارت همین لحظه آقای هاشمزی بر اساس آرای خود اعضای کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی افغانستان دیگر رئیس کمیسیون نیست. ما این مشکل بسیار جدی داریم، اما متاسفانه که ما در یک خلای انتهای تقنینی قرار داریم. ما فاقد یک قانون اساسی مدون هستیم. بار دیگه تاکید میکنم که ما 3 تعریف را نسبت به این قانون میتونیم داشته باشیم، علی الرغم که بارها تاکید کردیم که جعل است که قانون اساسی افغانستان منیس یک سند تروریسم قومی در افغانستان عمل کرده. هیچ وقت هیچ گوشی از وفاق ملی در افغانستان ما نمیتونیم تمثیل نسبت به قانون اساسی داشته باشیم. اما از حیث تطبیق اجازه بدین ما یک نکته اشاره بکنم. بسیار کوتاه که فرصت کم است. من از حیث اشاره میکنم برای شما. ماده 83 قانون اساسی افغانستان مبنای مشروعیت اجرا مجلس تشکیل میده. دادگاه عالی افغانستان میاد ماده 4 قانون اساسی افغانستان تفسیر میکنه، 34 نفر به نمایندگی از انتخابات شورای ولسوالی و مجلس سنا میفرسته. تمام مصوبات مجلس سنای افغانستان مقدر میسازه و جزء اراده حاکمیت مردم افغانستان تلقی نمیشه. تشکر از شما جناب اصولی. بینندگان عزیز، برنامه این هفته ما در همین جا با پایان رسید. سپاسگزار هستیم از هر یک از مهمانان ارجمند که در بحث اشتراک داشتند و همچنان سپاسگزار از شما که با ما بودید. تا هفته آینده و بحث بعدی شما را به خداوند میسپاریم با امید روزی که در افغانستان همیشه قانون حاکم باشد.